تراپیست رفتن یا روان درمانی کردن یه کار عجیبیه، نه؟ اینکه بخوای بری پیش یه آدم غریبه و حرفایی بهش بزنی که تا حالا به هیچ کس نگفتی. از کجا میتونیم بفهمیم که اون آدم کارش خوبه و داره درست کارش انجام میده؟ چون بیشتر چیزهایی که به روان درمانگرت میگی کاملا محرمانه است و اگه حرفتون بخواد از در اتاقتون بیرون بره ممکنه پروانه کارش باطل بشه. پس هر احساسی که داری، هر چیزی که باید بگی رو بهش بگو. اما یه چیزایی هست که نباید به روان درمانگرت بگی. باهاش صادق باش و احساساتتو بگو. 4 چیز هست که نباید بهش بگی. 1. دروغ. اگه راستش رو در مورد چیزی که در تو وجود داره و اون احساساتت هست رو بهش نگی، فقط خودت رو داری عقب میندازی. وقتا ما از اینکه بخوایم حقیقت رو بهش بگیم میترسیم یا فکر می‌کنیم ممکنه ما رو قضاوت بکنه. اما اگر همون لحظه این احساس در تو هست یا داری بهش فکر می‌کنی از اینکه ممکنه قضاوت بشی، ممکنه برای تبعات داشته باشه، همه اون احساس رو حتی در همون لحظه هم به روان درمانگرت بگو. 2. تظاهر به بهتر بودن. بعضی از کسایی که میان پیش ما مراجعه میکنن از یه جایی به بعد میگن که حالمون خیلی بهتر شده، خیلی احساس بهتری داریم، ولی من میفهمم که اصلا اینطوری نیست. این موضوع مثلا برای کسایی که اختلالات خوردن دارن، مثلا یه برنامه‌ای دارن پیش میرن، خیلی بیشتر از کسای دیگه پیش میاد، به خاطر اینکه نظرشون اینه که خیلی خوب دارن پیش میرن، دارن رعایتش میکنن، اما واقعا هیچ جا و واقعا اتاق مشاوره اتاق قضاوت نیست، یا اتاق ترسیدن نیست، یا اتاق انکار نیست. پس لطفا میتونی که حقیقت هستش رو بگی. 3. تظاهر به بدتر بودن برای اینکه کمک بیشتری بگی. کسایی که معمولا اختلال شخصیت دارن ممکن این کارو بکنن و معمولا هم روانشناسی و روان درمانی روش رو درمان معکوس میده، به ما کمکی نمیکنه و به خود اون آدم هم کمک نمیشه. روان درمانگر که نمیتونه دقیقاً توی مغزتون تو فکرتون هر چیزی که میگذره رو بخونه و اگر شما بدتر از اون چیزی که هستید دارید میگید فقط در حساب درمان رو طولانی‌تر و بیشتر میکنه. 4. گفتن این که داری خوب میشی ولی واقعا این درمان بهت جواب نداده. ببین ما روانشناس و روان درمانگری بالاخره باید یه راه حلی پیدا کنیم و اصلا اینجا هستیم که برای تو راه حل پیدا کنیم. اگه این درمان جواب نمیده، اگر کارت بهت کمکی نکرده، پس لطفا به ما بگو تا بتونیم درمان بهتری پیدا کنیم. خب حالا یه چند تا نکته دیگه میخوام بگم. بیا در مورد این صحبت کنیم که حرفایی که میخوای به روان درمانگرت بزنی ولی نگرانی که آیا اصلا بگی یا نگی. بیا در مورد اون صحبت کنیم. اولین چیزی که هست برای روان درمانگر و با شما بدونید افکار و فکرهای خودکشی که تو سرتون، اینو حتما به روانشناستون بگید. تو میترسید که بستری بشید، حتی از اون پروتکل درمانی خودتون میترسید که قرار چه اتفاقی بیفته، اما میتونید تو همون جلسه اول از روانشناس و روان درمانگرتون بپرسید که داشتن این افکار چه جوریه، پرسی که اگه افکار خودکشی داری چیکار باید بکنی. دومی هر جور و هر گونه و هر مدل آزار و اذیت برای بچه‌های زیر 18 سال هست، برای دختر پسرای ما که زیر 18 سال باشن. شاید پیش خودتون بگید که ممکنه تو دردسر بیفتید، اما مطمئن باشید که هیچ کس نمیخواد بهتون آسیب بزنه. ما و همه کسایی که کنارتون هستیم میخوایم بهتون کمک بکنیم. پس بهتره در موردش به روانشناستون بگید، به خاطر اینکه هیچ وقت تو دردسر نمیفتید و هدفمون اینه که کسی که بهت آسیب رسونده رو باید بیاریم و خاطر این کار تو دردسر نمیافتی. هدف ما اینه که آدمی که بهت آسیب زده باید جوابگوی کارش بشه. یادت باشه که درمان میتونه سخت باشه ولی ارزششو داره. لایق بهترین های. ممنون که تماشا کردید.